الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 25 از آموزش توحید است. ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما یک چند موضوعهای مختصری بیان کرده می شود تا که توحید را از همه جانب بفهمیم. زمانی که من و شما توحید را از همه جانب و تمام مسائلی که تعلق به توحید دارد فهمیدیم، در حقیقت بعد از این می توانیم که خود را از جمله توحید اهل توحید گردانیم. بعد از این که توحید فهمیده شد، علم توحید به وجود می آید. بعد از این که توحید فهمیده شد، انسان خودش را از جمله اهل توحید و محققین توحید می گرداند. برای همین ما باید بدانیم که اساس توحید چیست؟ اساس ترین توحید دو چیز است. یکم نمودش توحید عملی، دومش توحید علمی، یا که بالعکس فرقی ندارد. یکمینش توحید علمی و دومینش توحید عملی. توحید علمی به مانند توحید ربوبیت هست. ربوبیت یعنی توحید یگانه الله سبحانه و تعالی خلق نمودنش، یگانه خودش نگه داشتن و تدبر زمین و آسمان، یگانه خودش رزق دادنش، یگانه خودش حاکم بودنش. این توحید علمی یا که توحید ربوبیت گفته می شود. توحید ربوبیت در حقیقت علمی هست یا که نظری هست. انسان توحید ربوبیت را فقط با علمش به خودش جا می کند و خودش را در توحید ربوبیت علما موحد می کند. توحید ربوبیت این توحید عملی نیست. یک انسان بگوید که من در توحید ربوبیت موحد هستم، یعنی عقیده اش، فکرش، علمش نسبت الله سبحانه و تعالی در همین جانب ربوبیت درست است، برای اینکه توحید ربوبیت عملی نیست. توحید ربوبیت رو عمل کردن به دست و پا ناممکن است، بلکه توحید ربوبیت توحید اعتقادی، توحید عملی و توحید نظری است. بگویم علمی، عملی نیست، بخشش علمی و نظری است. اساس توحید ربوبیت چیست؟ اساس توحید ربوبیت قائم می شود بر اثبات کمال بر الله سبحانه و تعالی، یعنی تمام نمود کمالات را، بزرگی و کاملی را به الله سبحانه و تعالی اثبات نمودن. خالقی که خالقیتش به درجه کمال رسیده است که نهایتش نیست. نگاه کننده زمین و آسمانی که به درجه کمالات رسیده است که آخراتش نیست. رزق دهنده که کمال به درجه کاملیت بزرگترین رسیده است که ما حد و کنارش را نمیدانیم. انا همچنین اثبات کمال به الله سبحانه و تعالی این اساس است و توحید ربوبیت هم بر بالای همین اساس قائم می شود و به وجود می آید. یعنی توحید ربوبیت بر کدام اساس به وجود آمده است؟ بر اساس اثبات نمودن کاملیت به الله سبحانه و تعالی. از همین جهت یکم نمودی اساس توحید علمی هست، یا توحید نظری، یا توحید ربوبیت میگوییم. دومین نمودش توحید عملی، التوحید العملی. توحید عملی بعضی از علما میگن توحید طلب، معرفت و طلب، توحید الوهیت. به من شما همچون توحید الوهیت معروف رسیده است و در بین مسلمان های عامه توحید الوهیت معروف است، اما دانید که همین توحید الوهیت توحید عملی است. یعنی عملا باید توحید را به الله نشان بدید. وقتی که توحید ربوبیت را قبول کردید، رزق را، حاکمیت را،
تدبر زمین و آسمان را، مرگ و حیات را، همه اش را از الله دانستید، توحید ربوبیت است که این توحید را ابو جهل هم قبول میکرد، این توحید را ابو لهب هم قبول میکرد، عتبه و شیبه و ربیعه که دشمنان سرسخت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند این را قبول میکردند، اما مسلمان نشدند و کافر مردند و رسول الله قتلشون کردند. چرا که به یک توحید علمی و ربوبیت اثبات نمودن کمال به الله سبحانه و تعالی انسان کاملا مسلمان نمیشود، برای که دیگر نمود دومی اساس توحید است، این چنین ریشه دومی توحید که این توحید عملی است، الوهیت. اساس این توحید، توحید عملی یا که توحید الوهیت قائم می شود، بجا می آید، برپا می شود به بزرگ شماریدن الله سبحانه و تعالی، تعظیم الله، خواری و زاری و شکستگی در نزد الله سبحانه و تعالی و دوست داشتن الله، ترسیدن از الله، امید کردن از الله، توکل کردن بر الله، روی آوردن به سوی الله و تمام قصد را و طلب را به سوی الله کردن و از دیگر چیزها خالی شدن، قصد و طلب را از دیگرها خالی کردن و به سوی الله آمدن، تعلق کردن و دست زدن به الله سبحانه و تعالی یگانه به خودش. توحید عملی، توحید الوهیت یعنی بندگی قلب و بندگی جسم، عبادت قلب، عبادت زبان و عبادت جسم به خالقش و ربش که این الله هست می باشد. پس از همین جهت توحید دو ریشه دارد، اساس، این اصل بگوید، اساس بگوید، لیکن خوبترش ریشه. اساس این ریشه است. اساس خانه پایدیوار است، اساس درخت ریشه است. اساس توحید، ریشه توحید این دوتاست، علمی و عملی، توحید علمی ربوبیت و توحید عملی الوهیت. اسما و صفات هم اگر بگوید که توحید اسما و صفات در کجا است، توحید اسما و صفات در داخل توحید ربوبیت است، اثبات کردن کمال به الله سبحانه و تعالی که توحید اسما و صفات به این داخل می شود. پس من و شما همین دو ریشه را وقتی که فهمیدیم که ربوبیت و الوهیت است، علمی و عملی است، نظری و علمی و ربوبیت، این یک نمودش. توحید دومش توحید عملی الوهیت یا که توحید عبادت، این دومین قسمش. هر دو همین جهت رو ما وقتی که فهمیدیم که اساسی ریشه توحید این است، باید بیاموزیم، کامل بکنیم، تحقیق بکنیم و عمل نماییم. اما وقتی که از این معلومات بیخبر میمونیم و ریشه توحید رو نمیفهمیم، البته مشکلات به وجود می آید. پس برادران و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی هر یک شما را رحمت بکند و توفیق به آموزش توحید و عمل نمودن به توحید و تحقیق توحید را نصیب گرداند به ما و شما. بدانید که این کلمه، همون لفظ توحید، التوحید، کلمه عربی لفظش التوحید، این کلمه به خودش مرادفات دارد. یعنی در قرآن و سنت دیگر کلمه ها هم به جای کلمه توحید هم معنای کلمه توحید آمده است. این را در ادبیات میگن مرادف، هم معنای کلمه توحید. مثلا هر چیز به خودش هم معنای دارد. کلمه نور میتواند بگید روشنایی که هم معنایش، کلمه ظلمات هم معنایش تاریکی، سیاه. اما کلمه التوحید هم معنایش لفظهای گوناگونی که هم معنای کلمه توحید آمده است به مانند الاخلاص. در قرآن و سنت وارد شده است که کلمه الاخلاص به معنای توحید آمده است و در بسیار جای قرآن و سنت وقتی که شما کلمه اخلاص را میدونید توجه کنید و خوب دقت دید که چرا که این در موضوع توحید است. یا که کلمه التجرید، کلمه تجرید هم در قرآن و سنت یا که در سخنهای علما به معنای هم معنای کلمه توحید آمده است. تجرید یعنی پاک کردن، جدا کردن، یک چیز را از دیگر چیزها جدا کردن، یعنی الله را از دیگر الهان باطل جدا کردن و اثبات کردن و عبادت نمودن، هم توحید علمی و عملی را به جا آوردن. یا که الافراد
یکتاگی و تنهاگی الکلمه الافراد هم این کلمه هم معنای توحید است. اخلاص، الاخلاص، التجرید، الافراد، این سه کلمه وقتی که استفاده برده می شود در قرآن و سنت، در قول علما و در شریعت اسلام به معنای توحید استفاده برده می شود و این کلمه ها در حقیقت معناهای به نوع متقارب و نزدیک به معنای کلمه توحید دارد، گرچند که هر یک کلمه معنای خودش را دارد، اما هم معنا و نزدیک به کلمه توحید می باشد. چرا که هر یک این کلمه ها، کلمه الاخلاص، کلمه التجرید، کلمه الافراد، قائم بر اسلوب حصر است، یعنی حصر میکند، دیگر چیزها را رد میکند و یک چیز را اثبات میکند. اخلاص یعنی تمام عمل را تنها به الله انجام دادن و دیگرها را انکار کردن. تجرید تمام دیگر چیزها را رد کردن و یک چیز را ثابت کردن. افراد دیگرها را رد کردن و یک چیز را اثبات کردن. پس این توحید است. معنای توحید هم همین است، یکتاگی، اثبات کردن یکتا و رد کردن دیگرش. بارک الله فیکم. ما گفته بودیم که کلمه التوحید دو رکن دارد، اثبات و نفی، یعنی یک چیز را اثبات میکند و یک چیز را رد میکند. توحید یعنی الله را اثبات نمودن و توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات را به جا آوردن، یا به عباره دیگر توحید عملی و توحید علمی را به الله انجام دادن و رد کردن دیگر الهان باطل، رد کردن طاغوت، انکار طاغوت، کفر ورزیدن بر طاغوت، چون فرض عین است. ان شاء الله در آینده به شما بیان میکنیم همه اش را باز کاملتر. این چنین کلمه اخلاص و تجرید و افراد همین چنین است، همه اش ببینید اثبات یک چیز را میکند و نفی میکند یک چیز دیگر را. از همین جهت مرادف یا که معنای نزدیک به کلمه توحید دارد. و این چنین در نصوص قرآن و سنت توحید یا که بگیم تفسیری توحید یا معنای توحید به مانند الاسلام آمده است، این چنین به معنای ایمان هم و توحید هم استفاده برده شده است. یا که بعضی از علما وقتی که میگن که اسلام چیست سوال میشود، جواب میدن که اسلام این ایمان است، اسلام این توحید است میگن. پس این دلالت میکند که یکی از معناهای نزدیک توحید ایمان و اسلام است. بارک الله فیکم. و این چنین تفسیر توحید اگر نظر بکنید، معنای توحید، شرح توحید به مانند کلمه شهادتین. توحید چیست بگید؟ کلمه شهادتین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وقتی که در موضوع شهادتین سخن می رود، دانید که در موضوع توحید سخن می شود. توحید این چنین به معنای عبادت، به معنای چه گفتیم ایمان و اسلام استفاده برده شده است. چگونه که الله سبحانه و تعالی توحید را عبادت نامیده است، ایمان نامیده است، اسلام نامیده است که ما بیان میکنیم. و این چنین مصطلحاتی، یک بعضی از اصطلاحایی که تفسیر کننده معنای توحید است، به مانند شهادتین. شهادتان یا که شهادتین بگویم یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله، همین است. نیست معبودی بر حق بجز الله، این یک شهادت، یک قسم شهادت. دوم شهادت محمد رسول الله، یعنی شهادت میتیم که نیست معبودی بر حق بجز الله و شهادت میتیم که محمد رسول الله است، بنده و رسول الله است. دلالت شهادتین، مدلول شهادتین، شهادتین به همون چیزی که دلالت میکند میبینید که عینی دلالت توحید است. توحید به چی چیز دلالت کند، شهادتین هم به همون چیز دلالت میکند. برای همین توحید، شهادتین، این هر دوش یک چیز است و شهادتین تفسیر کننده معنای توحید است. زیرا که لا اله الا الله این خودش نفی است و اثبات است، رد کردن طاغوت، کفر ورزیدن بر طاغوت که این اصول ایمان است. کسی که کفر بر طاغوت نمیکند مسلمان نیست. و اثبات نمودن الله است، کسی که الله را اثبات نمیکند هم مسلمان نیست، کافر است. معنای لا اله الا الله نفی و اثبات است. پس اگر به مراد توحید، به مقصد توحید نظر کنید، هم مقصد توحید، مراد توحید هم همین نفی کردن غیر الله و اثبات کردن الله، کفر ورزیدن به طاغوت و اثبات کردن الله است. برای همین
کلمه شهادت رو، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله را کلمه توحید میگن. از همین جهت کلمه توحید میگن، برای اون که همین کلمه عیناً معنای توحید رو میدهد و توحید رو، کلمه توحید رو شرح میدهد. چگونه ای که کلمه شهادتین، یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، تمام نمود توحید رو شرح میدهد، هم توحید الوهیت و هم توحید ربوبیت و هم توحید اسما و صفات رو و هم توحید متابعت، پیروی کردن به رسول الله رو. ما یک توحید داریم، توحید متابعت، یعنی یگانه باید محمد صلی الله علیه و سلم رو پیروی بکنیم. وقتی که ما گفتیم که شهادت میدیم که محمد بنده و رسول الله هستند، اینجا به من و شما فرض عین است که باید ما یگانه به محمد صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنیم، پیروی بکنیم، تصدیق بکنیم، اقرار بکنیم، حکمش رو، اعتقادش رو، عملش رو قبول بکنیم. پس انمین کلمه شهادتین لا اله الا الله محمد رسول الله دلالت بر توحید میکند، هم از نظر مطابقت، هم از نظر در زیرش تضمن، هم از طرف ملازمت و لازمیت. انا از همین جهت شهادتین رو تفسیر کننده توحید میگویند. بارک الله فیکم. برای من هر کسی که معنای لا اله الا الله را نمیداند، معنای محمد رسول الله را نمیداند، اما میگوید و مسلمان نیست، برای مسلمان شدنش باید لا اله الا الله را تلفظ بکند، معنایش را داند، اقرار کند و تصدیق کند. اما فقط یک بار به زبانش گوید، معنایش را نداند، او مسلمان نیست، حالا توحید را نفهمیده است. و این چنین کلمه الایمان، ایمان صحیح به الله عز وجل. ایمان صحیح به الله عز وجل این در زیرش در بر میگیرد ایمان به وجودی الله سبحانه و تعالی، به ربوبیتش. ایمان صحیح در بر میگیرد این چنین در زیرش دارد ایمان آوردن به وجودی اسماء و صفات الله، توحید اسماء و صفات. و ایمان صحیح به الله این چنین در بر میگیرد ایمان آوردن به توحید الوهیت الله سبحانه و تعالی. و ایمان صحیح این رد کردن شرک است، ایمان نآوردن به شرک است، کفر ورزیدن به طاغوت است، کفر ورزیدن به تمام شریکی که بجز الله سبحانه و تعالی امروز مردم گرفته است و معبودان باطل را میپرستد. این ایمان صحیح است. پس زمانی که به ایمان صحیح شرک واقع شد و همراه شد، این ایمان قبول نیست. از همین جهت ایمان صحیح را هم توحید میگویند و شرح دهنده و یکی از مفسرات و هم معنای کلمه توحید است. ایمان صحیح این خودش تفسیر کننده توحید است. ایمان صحیح خودش بیان کننده معنای التوحید است. چرا که ایمان صحیح این ایمان آوردن به ربوبیت الله، به اسماء صفات الله، به توحید الالوهیت و انکار شرک و رد کردن بر شرک و کفر ورزیدن بر شرک و کفر ورزیدن به طاغوت است. برای همین توحید این ایمان به الله است که یگانه است و همتای ندارد، چگونه ای که در بعضی از نصوص وارد شده است، یعنی قرآن و سنت. و کفر ورزیدن بر طاغوت است. چخیلی گفتیم کفر ورزیدن بر طاغوت این اصول دین است، کسی که ترک میکنه مسلمان نیست. پس شهادتین و ایمان این تفسیر کننده معنای توحید است، تفسیر کننده کلمه توحید است و مرادف توحید بگوید هم خطا نمیشد. اما اسلام هم همچنین است. اسلام هم همچنین است. علما میگن کل منهما یستلزم الاخر. اسلام ضرور میداند که توحید به وجود آید و توحید ضرور میداند که اسلام به وجود آید. توحید لازم میشمارد که اسلام به وجود آید، ترا که در زیر توحید اسلام وجود دارد و در زیر اسلام توحید وجود دارد. چرا که یکی از لزومیت و چیزهای لازمی اسلام این توحید است و طلبات اسلام این توحید است. چرا که خود معنای اسلام این تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی به تمام نمودهای توحید است و پابرجا بودن بر طاعت و عبادت و بر زنده کردن و تحقیق توحید و براءت نمودن از شرک و از اهل شرک است. خیلی که ما در حلقه های 17 گانه در 17 حلقه به شما شرح دادیم و در بیان عقیده اهل سنت و الجماعت در گروه وجود دارد که گفتیم معنای صحیح اسلام، فهم صحیح و درست اسلام. معنای اسلام ببینید. الاسلام
استسلام لله بالتوحید و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرك و اهلی. اگر معنای اسلام را انسان درست فهمد خودش موحد می شود. معنای توحید را انسان خوب فهمد خودش باز مسلمان می شود و به اسلام چنگ می زند، چرا که یکیش دیگرش را به وجود می آورد، یکیش لازمیت دیگر است. بارک الله فیکم. اسلام یعنی پابرجا بودن در اطاعت الله، عبادت الله. خود عبادت این توحید را در بر میگیرد، چرا که عبادت این کلمه عموم است. در درون عبادت توحید وجود دارد. هر یک موحد این عابد است، عبادت کننده است، اما هر یک عابد عبادتکار موحد نیست. شما خوب دقت بدهید. برای همین ما انسان را به سبب عبادتش نجات می‌یابد نمیگیم، ما میگیم سبب نجات انسان توحید است. چرا که بسیار عبادت کننده ها هستند که مشرک هستند و موحد نیستند و عاقبتشون جهنم می شود اگر توبه نکرده بمیرند. توبه کنند الله رحمان و رحیم است، قبول میکند. اما بسیار انسانای موحد است که شما شاید عبادت اونها را ندیده باشید، اما موحد است که وی عابد است. تمام موحد این خودش عبادت کننده است، تقوادار است. چرا که عبادت یک اسم عموم است و اسم جمع است، عام است و در زیرش توحید را هم دارد و تمام موحد عبادتکار است، اما همه عبادتکار را شما موحد گفته نمیتوانید. و کلمه توحید، التوحید و شرک متعلق چیست؟ به چی تعلق دارد؟ به عبادت تعلق دارد. انسان در عبادتش یا موحد می شود، انسان در عبادتش مشرک می شود. توحید این در عبادت، یعنی عبادت را تنها به الله انجام دادن. توحید این عمل انسان، عبادت را تنها به الله انجام دادن این توحید است و به غیر الله عبادت را انجام دادن این شرک است و هر کسی که این عمل را میکند مشرک است. که الان در این مسئله ما ان شاء الله صحبت ها را در آینده باز زیادتر میکنیم. و چهارمین کلمه که عباره که تفسیر کننده و بیان کننده معنای توحید است و مرادف توحید هم است، این کلمه الکفر بالطاغوت است. اصطلاح الکفر بالطاغوت که یکی از رکن اولی توحید است. رکن اولی توحید، رکن اولی لا اله الا الله، که انسان کفر بر طاغوت نورزد مسلمان نمی شود. کفر بر طاغوت را نداند حال کافر هست. اگر انجام ندهد کافر است، کسی که رد میکند کافر است و مرتد است. یعنی کفر بالطاغوت این خودش مفسر و هم معنای کلمه توحید است. بارک الله فیکم. یعنی رد کردنی تمام الهان باطل و اثبات کردن الله سبحانه و تعالی. و این چنین اصطلاح کلمه الاخلاص مرادف کلمه توحید، هم معنای کلمه توحید و شرح دهنده کلمه توحید است. یعنی تمام عمل را به الله انجام دادن و از غیر الله دست کشیدن. پس این مصطلحات، این کلمه ها رو مصطلح میگیم. یک کلمه های گذاشته شده شرعی بمانند شهادتین، یک، دومش ایمان، سومش اسلام، چهارمش بگیم کفر بر طاغوت، پنجمش اخلاص. همه این کلمه ها تفسیر کننده توحید، هم معنای توحید، بیان کننده توحید است. شما می توانید توحید را به واسطه یکی از همین 5 مصطلح دریافت کنید. اگر کلمه لا اله الا الله را خوب آموختید می توانید که توحید را پیدا بکنید. ایمان صحیح را وقتی که خوب آموختید می توانید که توحید را به وجود آورید. اسلام صحیح معنایش را درست فهمیدید می توانید که توحید را به وجود آورید. کفر بالطاغوت را وقتی که فهمیدید و عمل کردید می توانید که توحید را به وجود آورید. اخلاص را وقتی که فهمیدید و عمل کردید می توانید که توحید را به وجود آورید. برای همین ما درباره شهادتن لا اله الا الله 100 حلقه درس کردیم. در گروه بیان عقیده اهل سنت و جماعت وجود دارد، منتشر سازید، پهن کنید، بیاموزید. درباره ایمان صحیح در بیان عقیده اهل سنت و جماعت ما تقریبا 50 حلقه صحبت کردیم، عقیده مرجئه و خوارج رو بیان کردیم. درباره اسلام صحیح معنای درستش 17 حلقه صحبت کردیم. درباره کفر بالطاغوت 31 حلقه صحبت کردیم. درباره اخلاص 10-15 حلقه صحبت کردیم در درون لا اله الا الله. الحمدلله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه این بیان کننده توحید است. اگر در همین یکی از همین ها غلط باشید، معنای لا اله الا الله نفهمید، یا ایمان رو صحیح نفهمید، یا اسلام رو صحیح نفهمید، یا که کفر بالطاغوت نداشته باشید نفهمید، یا اخلاص رو صحیح نفهمید، دانید که توحید شما به مشکلی دچار می شود و توحیدتون ضعیف می شود و نابود می شود، یا که به خلل مشکلی دچار می شود. و امروز بسیار انسان هایی که از اهل بدعت است، موحد نیست، در توحیدش مشکلی و خلل وجود دارد. ببینید در یکی از همین
5 مصطلحات یا 6 مصطلحات، یا مصطلح التوحید، یا الشهادتین، یا که الایمان، یا که الاسلام، یا که کفر بالطاغوت، یا که اخلاص خطاگی دارد. شما سنجید، در یکی از همین خطاگی میکند و به گمراهی واقع میشد. هر یک موحدی که میخواد که موحد کامل باشد، انا من موضوع های گفته رو 6 موضوع رو کامل بکند که البته در هر یک این موضوع ما صحبت کرده هستیم در بیان عقیده اهل سنت وجود دارد. پس این بود یک مسائل و جزئیات مهمی قسمیات توحید و باذن الله در حلقه آینده هم باز در مسئله توحید صحبت